با خدا صحبت میکنم، میگم اگه قرار من یه پولی بهم برسه یا به جایگاه بزرگ برسه، گذشته‌مو فراموش کنم، بهم نده. تا 2 سال پیش اصلا ماشین نداشتم، یه انقدر گفتن زشته با اسنپ میری میای، ترجیح دادم یه ماشین بخرم. ولی هر کی یه جور زندگی میکنه، یکی با اون تفکر خوشحاله، یکی هم اینجوریه. تختم تا 1 سال پیش نداشتم، روز این میخوابیدم همینجا، ولی دیگه دامادم گفت تخت بخره اینا، الان میبینی تخت است برامون. به زمین خیلی عادت دارم، راحت‌تر میخوام. بابام راننده تاکسی بود، 9 شب میرفت تا 4 صبح. چرا 9 شب تا 4 صبح؟ مریض بود دیگه، نمیتونست تو روز کار کنه. مثلا یه روزایی مادرم صبح تا غروب میرفت خونه این ور اونور کار میکرد. کار آر نیست ولی خوب نبود که بره خونه دیگران رو تمیز کنه فلان کنه. خدا شاهده یه شبای شام نمیخوردیم، یه شبایی فقط مثلا 6 عصر میخوردیم. برای اینکه شام نخوریم مثلا 8 شب میخوابیدیم، با گشنگی میخوابیم. مهمون میمد خونمون، قشنگ یادم مادرم گفت شما نخورید، بذارید بخورن، اگر رسید تهش به شما بخورید. به خاطر اینکه بچه داشتیم و درآمد خوبی نداشتیم و مستاجر بودیم اینا، آقامون نجر جنگی بود، مریض بود، نمیتونست زیاد کار کنه. شب خواب دیدم دیگه نمیدونم که دیدم یکی به من میگه که این آقا به دنیا بیاد وضع شما خوب میشه. دیگه من یه دفعه از خواب پریدم، گفتم دیگه من اینو نمیندازم، حالا هر جور باشه بزرگش میکنم، حالا با داشتی نداشتی با بدبختی بزرگش میکنم. در حال حاضر فکر میکنم جایی که هستم صفا و صمیمیتش بیشتره، زندگی هنوز زنده است اینجا، میگیم میخندیم، همسایه ها رو میبینیم، به هم دیگه کمک میکنیم. چیزی بخوایم در بغلی رو میزنیم میگیریم، پیازی، سیب زمینی،